Tabrik. Soybe motion gaştid. Tamam. Tabrik git. İstanbul'a kendisi soybe spore. Hakikaten baxt hurmat kard. Motion به طرفشان میرود. نعمتالله منصورов امروز برای گرفتن автомобیل خود به بانک اسخط آمده است. او ساکن شهر استرافشان بوده در عکس انتقال برنوک از بانک اسخط اشتراک کرده صاحب الکترومبیل گردید. میگوید که باوری نداشت که صاحب الکترومبیل میگردد. با نعمتالله از بانک اسخط بعد از گرفتن مبلغ به طریق اس ام اس به او رمز فرستاده شد و او اشتراکچی عکس گردید. کوپن او در بازی اشتراک نموده غول برآمد و صاحب автомобیل گردید و امروز از برد خود شده است. نعمتالله طول 7 سال میشود که با بانک اسخط همکاری دارد و پیوندانش همیشه از خارج به او مبلغ میفرستند. نه باور نداشتم. ناگهان شد یک بار شته بودیم زنگ زدن که همین ماشین بردید کردستان. اول برادرم تلفن گرفت در حیرت موندیم که همین حقانه آمدیم راست بوده است بهترین عکس خیلی خوب گذشت بهترین هم ماشین بردیم خیر نصیب با دیگر آدمو این دفعه میبرد نصیب باشد که مهم باور نداشتیم یک بار ناگهان شد چند تا کوپن داشتیم یک تاش کنه با نصیب ما بوده است. یادآور باید شد که از طرف بانک اسخط عکس انتخاب برنوک تشکیل و گذرانده شد. این عکسیه از سال 1 ایون تا 30 سپتامبر سال روان دوام کرد. در آن 4 عدد الکترومبیل و به مقدار 240,000 سومانی مبلغ گذاشته شده بود که هر یک صاحب خود را پیدا نمود. عکس مذکور در 4 مرحله برگزار گردید. در مرحله اول 8 عدد تحفه های پولی به مقدار 5000 سومانی، دوم مرحله 8 عدد به مقدار 10000 سومانی، در سوم 8 عدد به مقدار 15000 سومانی به غریبان سپرده شد. در اساس فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر به وسعت بخشیدن حساب برآورکنی غیر نقدی بخشیده به 32 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان بانک اسخط تصمیم گرفت که عکس انتقال برنوک را آغاز کند که از سنه 1 ایون تا سنه 30 سپتامبر سال جاری دوام داد و در رفت عکس زیاده از 250,000 نفر اشتراک کردند. شرط های عکس خیلی آسان بود. نفرانی که از روسیه از خارج انتقال مبلغ به حجم برابر و یا زیاده از 500 سومانی می گرفتند یا اینکه به خارج به واسطه اسخط آنلاین مبلغ به حجم 500 سومانی و یا زیاده از آن ارسال میکردند اشتراکچی عکس شده میتونستند. در این نوحه عکس انتقال برنوک 4 عدد الکترومبیل گذاشته شده بود که سنه 7 اکتبر غریبان معین گردیدند و مثل نعمتالله باز 3 غریب دیگر از شهرهای دوشنبه، وحدت و شهر بختر صاحب автомобیل گردیدند. با اهل اویلا خرسندی اومایا وای کردن احساس کردن نمیتونیم ده با همراهی نبیرم آمدیم بانک اسخط به رحمت من این بردهایی و سه کار برونده بودم نبیرم به نصیب کرده است من نبیرم برید ما هم با اهل اویلا خرسند من این برده من نصیب کرده است من برد همین اکنون من خدا بشکر ماشینم هست بودم به همین ماشین من بابام میگم اتیام که من حای کرده گردن دو کنم مونه بهترین تحفه که من احساس کردم نمیتونم ده رحمت همشون به رحمت نبیرم با که من بردی کرگاشونو من به تحفه کردم دوری پیری به دو کره سر شده میگردم بانک اسخط هم رحمت که همه خیلی بردهای وای کردم نبیرم صاحبی برد شد. هر نفری که از خارج به مقدار نه کم از 500 سومانی مبلغ انتقال گرفته است و یا به خارج مبلغ فرستاده است اشتراکچی اقدام می‌گردد. از جانب کارمندان به او کوپن داده می‌شود و هر اون قدری که کوپن ها زیاد باشند امکان برد کردن بیشتر می‌گردد. شماره عمومی غالبان دورهای مرحله‌ای که مکافات پولی گرفتند 24 نفر و 4 نفر دیگر صاحب الکترومبیل گردیدند. گفته شد که در آینده چنین اقدام‌ها برای مزاجان بانک اسخط زیاد کرده می‌شود. گزارش نصیب جان ابویف و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.